چی آوردم امروز؟ آش رشته تنبلی. بریم درستش کنیم ببینیم خوشمزه میشه یا نه. خب حالا چی نوشته؟ محتوای پاکت رو با 5 لیوان آب سرد مخلوط کنی. 30 دقیقه با حرارت ملایم پخت کرده و با کشک و پیاز داغ و سیر داغ میل کنی. به نظرتون اصلا میشه؟ خود لوبیام داره. این محتویات پاکت تمام و کمال. 1200 سی سی آب که داره از این و چک میریزه تو زندگیمون. گرم خورد. 1200 سی سی یا 5 تا لیوان. این 500 تا. این هم 200 تا. خب این قابلمه ما حرارتیه. ملاقه هم میزنیم و میذاریم 10 دقیقه بجوشه. نه 30 دقیقه، نیم ساعت. درشو میبندیم میریم نیم ساعت دیگه برمیگردیم ببینیم که چی میشه. 2000 years later. نتیجه کار، من یکم فلفل با یه قاشق کوچولو هم شوید خوش بهش اضافه کردم. بریم تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه، هرچند که خیلی داغه. خب ببینید خوشمزه است ولی مزه آش خونه مامانمون نمیده، ولی آش خوشمزه. من دوست دارم آش رشته هاش بلند باشه ولی این خورده. در کل وقتی هوس آش کردید حال ندارید برید سفارش بدید، تو خونه بد نیست باشه. ظرف نیم ساعت یا آش بهتون میده. نخود لوبیاش هم بد نیست، بیشتر عدسه، عالی نیست ولی خوشمزه است.